اهمال‌کاری یکی از رفتارهای شایع در بین افراد در مدیریت زمانه که میتونه عوامل و ریشه‌های مختلفی در ناخودآگاه فرد داشته باشه و این عوامل میتونه از هر فردی به فرد دیگه متفاوت باشه و حتی منحصر به خود فرد باشه. پس ممکنه افراد نتونن با یک سری راهکارهای از پیش تعیین شده علت اهمال کاریشون رو پیدا کنن و اون رو برطرف کنن. به عنوان مثال مراجعه‌ای داشتم که بیزینس آنلاین داشتم و مدتی بود که در پیجشون فعالیت نمی‌کردم. ایشون میگفتن که میدونم که باید فعالیت کنم، میدونم که اگر فعالیت نکنم پیجم ریزش پیدا میکنه و ممکنه زحماتی که تا به امروز کشیدم از بین بره، اما این بار یه چیزی جلوی منو میگیره. طی صحبتی که با ایشون داشتیم متوجه شدن اتفاقی که اخیراً براشون افتاده غمی رو در وجودشون به جا گذاشته که این غم داره انرژیشون رو تحلیل میبره و انرژی برای انجام فعالیت‌های دیگه براشون باقی نمیمونه. وقتی که در دل ماجرا هستیم، کشف عوامل ذهنی ناخودآگاهی که باعث اهمال کاریمون میشه کار ساده‌ای نیست و نیاز هست از یک کوچ حرفه‌ای کمک بگیریم تا بتونیم شفافتر و دقیق‌تر به اعمالمون نگاه کنیم.